بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا زادگاه و روستای ما، جایی که توش به دنیا اومدم. یه روستای قدیمی با بافت خونه‌های خشتی و کاهگلی پر از مهر، صفا، عشق و صمیمیت که هنوز سطر و زندگی قدیمی و خاص و منحصر به فرد خودشونه دارن. خلاصه بگم براتون، اینجا موج میزنه عشق، صفا، صمیمیت و زندگی. شما رو دعوت میکنم به دیدن صحنه ها و ویدیو و کلیپ این روستا و مناطق و جای دیدنی اون. بفرمایید. در همین ابتدای کار میرم سراغ امامزاده روستا که در ورودی روستا هستش و مردم خیلی احترام خاصی برای امامزاده قائلن و برای گرفتن حاجت به اینجا میان. به معنی واقعی کلمه زندگی اینجا جریان داره. عشق، صفا، محبت اینجا جریان داره. ساده زیستی اینجا جریان داره. یه زندگی بدور از ازدحام شلوغی، بدور از ترافیک، بدور از همه با ازدحام، بدور از همه چی. یه زندگی آروم، یه زندگی سراسر عشق، یک رنجی و یک پاچگی. منبع آب روستا همین چشمه هستش که مردم برای آشامیدن، برای گله هاشون، برای شستن لباس همگی میان از آب این چشمه استفاده میکنن. به این صورت هستش که خانم ها برای
بردن آب با دبایی میان اینجا و آب مورد نیازشون رو در طول روز که چند مرحله برمیدارن و به خونه هاشون میبرن. در طول شب که معمولا کسی به چشمه مراجعه نمیکنه، حوضچه‌های چشمه پر از آب میشه و فردای اون روز برای گله‌هاشون از آب جمع آوری شده در این حوضچه‌ها استفاده میکنن. دره‌های عمیق به وجود اومده توی روستا حاصل سیل و بارش‌های شدید باران در روستاست. خب راه افتادن برم به سمت مرکز روستا تا از نحوه ساخت و چینش خونه و همچنین بافتر خونه ها و شما فیلم کلیپ تهیه کنم. همونطور که میبینید جاده و کوچه های درون روستا خاکی هستش و در فصل زمستان عبور و مرور از اونها برای انسان ها و وسایل نقل بسیار سخت و دشوار هستش. چینش خانه های روستایی عمدتاً به صورت پلکانیه، همونجوری که در تصویر میبینید، و اینکه وضعیت اینجا الان به این شکل هستش و این سنگ های بزرگ در مسیر قرار دارن به دلیل همون سیلی هستش که خدمتتون عرض کردم و چند سال پیش در اینجا به وقوع پیوسته.
خونه های اینجا بافت قدیمی خودش رو حفظ کرده و همشون از کاهگل و خش درست شدن. اینجا خبری از زندگی آپارتمان نشینی نیست، خبری از ازدحام شلوغی، خبری از ترافیک، خبری از دود و آلودگی نیست. اینجا انسان فارغ از خیلی چیزها میشه. اینجا عشق، محبت، صفا، یک دلی و صمیمیت جریان داره. اینجا مطبخ یا به عنوان آشپزخونه ازش استفاده میشه که به وسیله چند تا تکه سنگ ساده کنار هم میچینن، اجاقش رو درست میکنن و سوخت این اجاق از هیزمایی هستش که خود اهالی جمع آوری میکنن. اینجا از گاز و امکانات رفاهی آنچنانی خبری نیست و تمام امکانات زندگی اهالی من و مردم روستا حاصل زحمات و دسترنج خودشون است. سوخت همه اهالی روستا از این ریزه هاست. شغل مردم روستا دامداری و کشاورزی هستش و مردم با پرورش و گوسفند و فروختن محصولات لبنی اونها مایحتاج خانواده هاشون رو تأمین میکنن.
مردم روستا اینجا با مشکلات زیادی دارن دست پنجه نرم میکنن و جاها و رسومات زیادی دارن که من بنمایش بذارم و خارج از توانه این ویدیوست. در ویدیوهای بعدی شما رو با نحوه پوشش این اهالی سعی میکنم اهالی روستا و نحوه لباس پوشیدنشون رو بهتون نشون بدم. مشکلاتی که اینجا باید دست پنجه نرم میکنن، جاهای دیگرشون، رسومات قشنگشون، سعی میکنم در قالب ویدیوهای بعدی به شما نشون بدم. همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم و انتظار دارم از ما حمایت کنید. با حمایتاتون باعث بشین که باری از روی دوش این اهالی برداشته بشه، لبخند شادی رو روی لبان تمام این عزیزان بنشونیم. در پناه حق موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.